سلام، امیر جلوداری هستم. تو این ویدیو میخوام قابلیت‌های هندزفری چت جی پی تی استح رو بهتون خیلی سریع معرفی کنم. 138 تا زبان زنده دنیا رو با بالاترین کیفیت ترجمه میکنه و دیگه مثل قدیم گوگل ترنسلیت ترجمه نمیکنه و با سیستم جدید چت جی پی تی ترجمه رو انجام میده. بریم سراغ قابلیتاش. این زبان ورودیش هستش. این زبانیه که تو هندزفری ترجمه میکنه. حالا از اینجا میتونیم جابجاش هم بکنیم، جفتش هم مثل همه. 138 تا زبون زنده داره با هزاران لهجه. مثلا الان شما بزنیم انگلیسی، ببینید این همه لهجه مختلف، اینا همه انگلیسیه ولی به لهجه های مختلف. حالا مثلا عربی رو دوباره بزنیم، این همه عربی داره با لهجه های کشورهای مختلف. قابلیت اولش اینه که عکس رو ترجمه میکنه. یه دونه متن اگه بهش بدین عکس میگیریم، زبان اولیه‌اش رو انتخاب میکنیم، این هم زبانی که میخوایم ترجمه کنه. این همون بر 138 تا زبان داره و برامون ترجمه کرد. اینجا اینو بزنیم تو کالمون سیو میشه، اینم بزنیم میتونیم حالا اضافه کم کنیم یا انگلیسیشو برداریم، اینورم زبان ترجمه شدهشو برمیداریم. قابلیت دوم اینه که یه کلید داره روی کیس هندزفری که نگهداریم میتونیم صحبت کنیم برامون ترجمه کنه. سلام، امروز میخوام این هندزفری رو بهتون معرفی کنم. Today I want to introduce this hands-free device to you. ما یکی از گوشی‌های هندزفری رو گذاشتیم جلو میکروفون که این مکالمه انگلیسی که ترجمه کرد رو شما هم بشنوید. قابلیت سومش هم اینه که اگه اینو روشن کنیم میتونیم از اپلیکیشن بیایم بیرون یا گوشی رو هم حتی خاموش کنیم برامون ترجمه کنه. سلام، حالت خوبه؟ امروز هوا چطوره؟ Are you okay? What's the weather like today? روی اینجا هم بهمون نمایش میده. قابلیت بعدیش که خیلی کاربردیه، میتونیم بریم توی هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی هر جا که بتونیم تایپ کنیم. مثلا الان واتساپ، اینجا که میتونیم تایپ کنیم باشیم، این کلیدو که بزنیم هر چی صحبت کنیم برامون ترجمه میکنه. سلام، روزتون بخیر. من 2000 تا شارژر دیگه میخواستم دوباره سفارش بدم. Hello. Good day. I wanted to order 2,000 more chargers again. که تو هندزفری دوباره انگلیسیشو میگه، اینجا هم متن فارسیشو مینویسه که میتونیم اینو پاک کنیم اگه دقیقا همون چیزی بود که ما میخواستیم و انگلیسیشو حالا یا هر زبان دیگه ای برای طرفمون بفرستیم. حالا بقیه آموزش رو آیفون میریم که ببینید آیفون و اندروید هیچ فرقی با هم ندارن اپلیکیشن هاشون. حالت بعدی دیالوگه که این ور یه دونه زبون انتخاب میکنیم، حالا مثلا فارسی انتخاب کردیم، این ور هم یه زبون دیگه انتخاب میکنیم، حالا مثلا انگلیسی انتخاب کردیم. این میکروفون زیر زبونی که نگه داریم به زبون طرف مقابل برامون ترجمه میکنه این زبونو. حالا این ور نگه داریم بعد انگلیسی صحبت کنیم، به زبون فارسی برامون ترجمه میکنه. حالا میریم برای تستش. سلام، امروز غذا قرمه سبزی درست کردم، تشریف بیارید. Hello. Today I made a gourmet sabzi dish. Come here. خب قابلیت بعدی اینه که برای جلسات به کار میره. حالا مثلا یه دونه زبون رو انتخاب میکنیم، حالا میخواد تو اون جلسه انگلیسی صحبت کنه، هر زبونی. حالا مثلا ما میخوایم فارسی صحبت کنیم، فارسی رو انتخاب میکنیم، اینو که بزنیم تو اون جلسه هر چی صحبت بشه این برامون مینویسه و بعدا میتونیم ترجمه هاشو بگیریم. تو این جلسه میخوایم در مورد لپتاپ اپل صحبت کنیم، اینو میزنیم، یه اسم انتخاب میکنیم براش، اینجا که برین سیو شده ها رو میاره و میتونیم هم صداشو پلی کنیم، صدا رو ضبط کرده، هم متنی که تو اون جلسه گفته میشه رو برامون تایپ میکنه. حالا هر زبونی بخوایم رو انتخاب میکنیم، انگلیسی بخوایم، عربی، هر زبونی بخوایم به همون زبون برامون مینویسه. قابلیت بعدی ویدیو کاله که اینجا زبونش رو انتخاب میکنیم،
دو تا زبان میتونید انتخاب کنید، فارسی و انگلیسی مثلا. حالا هر زبانی، چینی، هر زبانی بخوایم میتونیم اینجا انتخاب کنیم. اینجا بهش میگیم میخوایم ویدیو کال صحبت کنیم یا وایس کال، مثل تماس تلفنی مثلا حالا ویدیو کال رو انتخاب میکنیم. اینو که بزنیم میاد تو صفحه ویدیو کال. ما تو این صفحه میمونیم. این لینک رو حالا از طریق یه دونه شبکه اجتماعی، واتساپ، تلگرام، هر جا میفرستیم یا کپی میکنیم برای یکی میفرستیم. اون میتونه به ما جوین شه تو این تماس تصویری. سلام، خوبین؟ Hello, thank you very much. Good day. مرسی، منم از شما متشکرم. Yeah, very well. Happy to see you. خب همینطوری که میبینید الان این صحبت‌های منو که من فارسی صحبت میکنم داره به انگلیسی ترجمه میکنه، صحبت طرف مقابل رو داره به فارسی برام زیرنویس میکنه. حالا میخوام هندزفری رو به چالش بکشیم ببینیم چقدر قدرت داره. حالا یه دونه ویدیو گذاشتیم زبان چینی، اینجا بخوایم چینی رو انتخاب کنیم. اینم میخوایم بذاریم روی 2x. 各位代表，这次大会选举我继续担任中华人民共和国主席，我对各位代表和全国各族人民的信任表示衷心感谢。这是我第3次担任国家主席这一崇高职务，人民的信任是我前进的最大动力。نمایندگان، من صمیمانه از همه نمایندگان و مردم، همه اقوام در سراسر کشور به خاطر اعتماد آنها به انتخاب من برای ادامه خدمت به عنوان رئیس جمهور جمهوری خلق چین سپاسگزارم. این سومین بار است که در مقام عالی ریاست جمهوری هستم. اعتماد مردم بزرگترین انگیزه من برای حرکت رو به جلو است. خب حالا میریم یه زبان دیگه، مثلا زبان عربی، گزارشگر فوتبال. اینجا عربی رو انتخاب میکنیم، عربی عربستان سعودی مثلا. نگه میداریم، پلی. يعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي أحد أسرع اللاعبين في العالم حاليا، ورغم أنه ليس مهاجما صريحا إلا أنه يحرز العديد من الأهداف. صلاح الذي محمد صلاح ملی پوشرم در حال حاضر یکی از سریعترین بازیکنان جهان است و اگرچه مهاجم صریح نیست اما گل‌های زیادی به ثمر میرساند. صلاح که خب حالا میریم زبان انگلیسی هم 2x میکنیم ببینیم چجوری جواب میده. یعنی 2x میگیریم Today, let's review the state of the nation for Tesla, the business, and the stock. At the same time, the stock has fallen to under $300 from its height at $480 mid-December. The progress that really matters are all moving forward nicely. Tesla has been able to transition to the new Model Y, which is by all accounts a massive hit, starting deliveries in China, with the other factories closely following. The new affordable vehicles are still on track. In giant news, Tesla started rolling out full self-driving in China as Tesla. امروز بیایید وضعیت کشور را برای کسب و کار تسلا و سهام به طور همزمان بررسی کنیم. این سهام از ارتفاع خود در اواسط دسامبر به زیر 302.00 دلار سقوط می‌کند. پیشرفتی که واقعاً مهم است، همه به خوبی به جلو حرکت می‌کنند. تسلا توانسته است به مدل جدید منتقل شود که از هر نظر موفقیت بزرگی دارد. شروع تحویل در چین با سایر کارخانه‌ها که از نزدیک دنبال می‌کنند. وسایل نقلیه جدید مقرون به صرف هنوز در اخبار اول پیکر در مسیر هستند. یه قابلیت دیگه هم که داره برای بعضی هم خیلی مهمه اینه که میخوان هندزفری به دستگاه متصل نباشه و صدا از اسپیکر گوشی پخش بشه. برای این قابلیت باید کیس دستگاه رو به بلوتوث وصل کنیم و میتونید از تمام قابلیتاش استفاده کنید. ما تنها وارد کننده این هندزفری چت جی پی تی هستیم که میتونید این محصول رو با گارانتی 12 ماهه بازرگانی QVI تهیه کنید.